پیامبر به جبریل فرمود یا اخی، ای برادر من، این آینه چی است؟ در جنت کور وجود داره، قصرهای از طلا زمرد. جبریل امین فرمود یا رسول الله، شما و امتتان اخیر آمدین اما اول داخل جنت می روین. یاری که شما می شناسین به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد من و تو را ناامید نمی کند. کرسی پروردگار در وادی از وادی های جنت الفردوس گذاشته شده است. کلگی به یک آواز صدا می زنن که خدایا رضای تو می خواه. عزیز من، روز ملاقات خدای تو روز جمعه است. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه می فرماید یک روز جبریل امین تشریف آورد به محضر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یک تا آینه به دستش بود، آینه سفید. وقتی به محضر حضرت رسول خدا تشریف آوردن، پیامبر به جبریل فرمود یا اخی، ای برادر من، این آینه چی است؟ حضرت جبریل امین گفت یا رسول الله، این آینه روز جمعه هست. رسول خدا نگاه کرد به طرف آینه، دید که یک خال سیاه در وسط آینه است. پرسان کرد ای جبریل، این خال در وسط آینه چی میکند؟ گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله کریم، الله رحمان، الله رحیم ساعت را در روز جمعه قرار داده که در اون ساعت اگر بنده از بندگان خدا دست خود را بلند کنند و از خدا هر چیز بخواهند، خداوند دستشان را خالی بر نمیگرداند. هرچی از خدا بخواهند الله دستشان را خالی بر نمیگرداند. یا رسول الله، این خال سیاه همون ساعت جمعه هست. بعد فرمود یا رسول الله، شما از کل اخیر آمدین، نحن الاخرون السابقون یوم القیامه. ما آخر امت ها هستیم. یهود آمد، نصارا آمد، قوم های پیشین، قوم حضرت نوح، قوم حضرت ابراهیم، همه اینها آمدن، ولی ما اخیر آمدیم. حضرت جبریل امین فرمود یا رسول الله، شما و امتتان اخیر آمدین اما اول داخل جنت می روین، اول داخل جنت می روین. بعد فرمود الله جمعه را برای یهود داد، برای نصارا داد، ولی الله اونها را گمراه ساخت. این روز را انتخاب نکردن چون خدا میخواست این روز برای امت رسول خدا باشد، برای امت رسول خدا باشد. گفت این روز برای شما اول هستین. روز شنبه روز یهود است، روز یک شنبه روز نصاراست. یعنی روز شنبه برای عبادت به یهود انتخاب شد، روز یک شنبه به نصارا به خاطر عبادت انتخاب شد، اما روز جمعه برای عبادت امت محمد صلی الله علیه و سلم انتخاب شد. امروز مردم روز جمعه را روز معصیت معرفی کردن. عروسی روز جمعه، ای وای به حال این امت. رقص روز جمعه، در داخل هتل موسیقی روز جمعه، رقص زنان روز جمعه، در حالی که روز جمعه روز عبادت برای این امت انتخاب شده. این روز را در آسمان‌های یوم المزید میگویند. یوم المزید معنایش چی است؟ الان به این حدیث خوب گوش بکن، این حدیث را اخیر میکنم من. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به جبریل امین ادامه بده. بعد فرمود یا رسول الله، وقت روز قیامت تمام اهل جنت به جنت می روند، اهل جهنم به جهنم می روند. خداوند این شب روزی که ما داریم این را از بین می برد، به اندازه می کنه ساعت را، و ساعات روز جمعه را در روز قیامت هم مشخص است، در جنت هم مشخص است. رسول خدا فرمود وقت روز جمعه می شود، جبریل امین به پیامبر خبر می رساند وقت روز جمعه می شود، پروردگار از عرش تشریف می آورد به کرسی پروردگار در وادی از وادی های جنت الفردوس گذاشته شده است. یک وادی بسیار وسیع، یک صحرای بسیار وسیع هست.
بعد اطراف کرسی پروردگار عالم دیگر چوکی های از نور گذاشته می شود. رسول خدا فرمود این چوکی ها چه کسان می نشینند؟ گفتند یا رسول الله این مقام انبیاست. در تمام این کرسی هایی که در اطراف کرسی پروردگار گذاشته می شود در این چوکی ها انبیا می نشینند. بعد فرمود در پشت این چوکی ها باز هم چوکی های دیگر گذاشته می شود. فرمودند این چوکی ها مال چه کسانی هستند؟ گفتند مال صدیقین و شهدا هستند. و در اطراف این صحرا تپه های از مسک است، تپه های از مسک است و تپه های از زعفران است در اطراف این کرسی ها. بعد جبریل امین فرمود الله جل مجده برای نمازگزاران روز جمعه دستور میدهد که شما به این تپه های مسک بنشینید. الله تشریف می آورد، تمام عرصات، تمام اهل جنت الفردوس با پروردگار در روز جمعه ملاقات می کنند. عزیز من، روز ملاقات خدای تو روز جمعه هست. روزی که قیامت برگزار می شود روز جمعه هست. روزی که عامل با عملش یک جا ملاقات می کند روز جمعه هست. روزی که اولون و آخرین در یک میدان جمع می شوند روز جمعه هست. ظالم با ظلم خود روبرو می شود روز جمعه هست. بینماز و بینمازی خود روبرو می شود روز جمعه هست. هر بنده امت محمد صلی الله علیه و سلم با رسول الله روبرو می شوند روز جمعه است. وقتی که در مجلس برگزار میشه الله صدا میزند به این کسانی که در این کرسی ها نشسته هستند، پرسان میکنن ای بندگان من از من چه خواهان هستین؟ به شما چی بدهم؟ به شما چی بدهم؟ از من سوال کنین، از من طلب بکنین. بندگان میگوین یا الله چی به ما ندادی؟ الله میفرماید من وعده خود را به شما صادق کردم و راست کردم، شما را داخل جنت گردانیدم. الان هرچی از من میخواهین بخواهین. کلگی به یک آواز صدا میزنن که خدایا رضای تو میخوای. یا الله رضای تو مهمتر از همه چیز است. جنت بعد از رضا هست، نعمتهای جنت بعد از رضا هست، ولی رضای پروردگار و رضوان من الله اکبر، از همه چیز بزرگتر در عالم رضای الله هست. تمام اینهایی که در این میدان وسیع جمع شدن به یک آواز صدا میزنن پروردگار رضای تو میخواهیم. جنت که به ما دادی، قرآن جنت هم که به ما رسید، کل نعمت ها را ما گرفتیم، قصرها را تصاحب کردیم، خدای رضای تو باقی مانده است. الله میگوید ای بندگانم شاهد باشین که امروز رضای خود را هم از شما اعلان کردم. عزیز دل، او روز جمعه هست، او روز جمعه هست. انشاءالله انشاءالله پروردگاری که من میشناسم، پروردگاری که شما میشناسین، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد من و تو را ناامید نمی کند. من و تو را روز قیامت ناامید نمی کند. انشاءالله رضای خود را از من و تو هم اعلان می کند. چگونه اعلان نکند که در تو یک روز خوب تو نرفتی به صحرا، تو نرفتی به زنا، تو نرفتی به شراب، تو نرفتی به موسیقی، تو نرفتی به صحرا. از ساعت 9 آمدی در اینجا تا ساعت 2 انتظار میکشی تا رضای الله نصیبت شود. اگر الله این را نصیب من و تو نمیگرداند، نصیب کی میگرداند؟ این اعلان میشود که شاهد باشین بندگان من که رضای خود را به شما دادم. در همین اثنا خداوند میفرماید ای بندگانم رضای من که از شما شد، اما دست خشک بر نمیگردین به جنت. نعمتهای امروز به شما نصیب بگردانم که ما لا عین رأت، هیچ چشم ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوش نشنیده توصیفش را، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ کس خطور نکرده. تمام این نعمت بگیرین، بروین به غرفه هایتان داخل جنت.
چه روز زیبایی باشد، چه روز زیبایی باشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید ای امت من، روز جمعه روز دیدار خدایتان است. وقت روز جمعه می شود، هر جمعه الله تشریف می آورد به جنت، یک نور ساطع می شود که تمام جنت را منور می کند. کل اهل جنت به طرف این نور نگاه می کنند. این حدیث ابن ماجه می آورد، حافظ ابن قیم جوزی می آورد، صفت الجنه حافظ ابو نعیم اصفهانی می آورد، الرؤیت دارالقطنی می آورد. میگه یک نور ساطع می شود به جنت، کل اهل جنت به بالا نگاه می کنند. در جنت حوره است، بهترین دختران، آنقدر زنان زیبا داخل جنت است که رسول خدا فرمود اگر کره یکی از اهل جنت، حوران جنت را به دنیا آورده شود، آفتاب خجالت میکشد از نورش. اگر یکی از حوران جنت در شب تاریک در دنیا بخندند، دنیای تاریک تبدیل به روز روشن میشود. در جنت حور وجود داره، قصرهای از طلا، زمرد، یاقوت وجود داره، خدم و حشم داخل جنت وجود داره، نهرهای شراب، عسل، آب، شیر وجود داره، درختانی که میوه های رسیده داره خراب نمیشه وجود داره. اما میدانید که دیدار خدا چی دیدار است؟ وقتی نور ساطع می شود به جنت، پرده های حجاب دور زده می شود، دیدار خدا به جنت بیاید. تمام اهل جنت روز جمعه دیدار خدا می کنند. به اندازه اهل جنت مست می شوند که نه حور می بینند، نه جنت می بینند، نه میوه می بینند، نه نعمت می بینند. همه چشمانشون به جمال پروردگار عالم است. او در روز جمعه است، او در روز جمعه است که الله نصیب کسی میگردونه که در دنیا چشمش به گناه نبوده، در دنیا چشمش به سریال و فیلم نبوده، در دنیا چشمش به فیلم مبتذل نبوده، در دنیا چشمش به معصیت نبوده، در این دنیا چشمش به گناه نبوده، در این دنیا تمام روز تلاش میکرد که الله را راضی بگرداند. فقط برای اونهایی است که روز جمعه نماز جمعه میخوانند.